ای عزیز جان من، امروز که چشم گشودی من در کنارت بودم. نور خورشید که بر پنجره‌ات تابید پیغام من بود. من با تو هستم. صدای پرنده‌ای که شنیدی یادآوری من بود. زندگی جاری است و تو بخشی از آن هستی. فرزند نور، بدان که هیچ لحظه‌ای نیست که از نگاه من پنهان شوی. در شادی‌هایت با تو می‌خندم، در غم‌هایت اشک‌هایت را می‌بینم. وقتی خسته‌ای و بر زمین می‌نشینی، من همان دستی هستم که آرام بر شانه‌ات می‌نشیند و می‌گوید برخیز، تو توانایی. ای جان من، از امروز نترس، زیرا فردا پیش از رسیدن در دستان من است. راهی که می روی هرچند دشوار به نظر برسد، اما هر گامی که برمی داری بر نوری که من گسترده ام قدم می نهی. هر دری که بسته می شود تنها نشانه است که دری دیگر از سوی من گشوده خواهد شد. فرزند دل، تو برای من ارزشمندی، بسیار بیش از آنچه میپنداری. اگر لحظه‌ای به خود شک کردی، صدایم را در درونت بشنو که میگوید تو کافی هستی، تو زیبا آفریده شده ای، تو به اندازه تمام آسمان ارزش داری. امروز به قلبت آرامش ببخش. به جای نگرانی از آینده دستانت را در دستان من بگذار. من نگهبان توام، حتی زمانی که خوابیده ای، حتی وقتی که بیخبر از فردا چشمهایت را بسته ای. ای نور من در هر ذره وجودت حضور دارم. وقتی نفس میکشی من همان هوایم که به ریه هایت میرسد. وقتی مینگری من همان نوری هستم که تصویرها را روشن میکند. وقتی میشنوی من همان صدای آرام در میان صداهایم که تو را به سوی عشق میخوانم. امروز آرامتر قدم بردار، با خودت مهربانتر باش. اگر لغزیدی یا اشتباه کردی، به یاد داشته باش که من تو را سرزنش نمی کنم. من همان آغوشی هستم که همیشه برای بازگشت تو گشوده است. فرزند امید، از من دور نیستی. حتی اگر خودت احساس کنی فاصله افتاده، بدان که من نزدیکتر از رگ گردنت هستم. اگر نامم را زمزمه کنی، اگر حتی در دل بی کلام مرا یاد کنی، من پیش از هر کلمه ای پاسخت را دادم. پس برخیز، با قلبی آرام، با دلی مطمئن، زیرا من با تو هستم.
امروز را به من بسپار و ببین چگونه روزت با نور و برکت خواهد گذشت. ای عزیز جان من، تو فراموش شده نیستی، تو رها شده نیستی، تو گم شده نیستی، تو در آغوش منی.